نخور. من هیچ موقع واقعا پادشاهتون اسکار رو ندیدم، همون که یه ذره بد اخلاق بود. تیمون تو اینجا چی کار میکنی؟ کیارا ازت ممنونم خدا. ما اولین باری که دنبال تو نیومدیم، ما اینجا بهترین غذای سرزمین رو پیدا کردیم، همه جا کرم هست. ما برای شما میز رزرو نکرده بودیم. یالا برین از اینجا، بازاه ما برین پی کارتون. شو تیمون من خسته شدم، فکر کنم باید یکم وزن کم کنم. بریم شاید اون بتونه کمک کنه. برو گم شو. آره حتما اون بهش کمک میکنه. چه مسخره. صبر کن یه فکری کردم. اگه اون کمک کنه چی؟ میتونی صداتو به ما قرض بدی؟ قارش کن، از حالا برای من کار میکنی. اینجوری ووهو عالی بود. دوباره انجامش بده. زود باش. ما چرا داریم این کارو میکنیم؟ هدف از این تمرینات چیه؟ تمرین فقط برای تفریحه. تفریح؟ ای بچه شما باید بیشتر بیایم بیرون. خیلی باحاله. عجب صدایی داشت. متاسفم. کار خوب بود بله. تو خوبی. اونو دیدی؟ چیو؟ نگاه کن اون واقعا قشنگه. آره دیدمش، خیلی قشنگه. نگاه کن، اون شبیه به یه بچه خرگوش نیست؟ آره هست. اونو نگاه کن، شبیه 2 شیره که برای غذا می جنگن. هیچ موقع تا حالا این کار رو نکرده بودم. واقعا من و پدرم همیشه نگاهشون میکنیم. اون میگه که تمام پادشاهای بزرگ اون بالا هستن. فکر میکنی اسکارمون بالاست؟ اون پدرم نبوده ولی یه بخشی از منه. پدرم میگه که تاریکی در اون اسکار بوده که نتونسته ازش فرار کنه. خب شاید اون تاریکی درون منم هست. پدر من گیج شدم. کاوا یکی از اوناست. اون جانشین اسکاره. من چطور میتونم اونو قبولش کنم؟ سیمبا من داشتم با پادشاهان بزرگ مشورت میکردم. کمکی کردن؟ ساکت مثل ستاره. پدرم هیچ موقع. سیمبا تو همیشه دوست داشتی که تو مسیر مشخصی قدم بذاری. شاید کاوا اینو نخواد. چی؟ تو از کجا میدونی؟ درست مثل تو میتونم خیلی راحت اونا رو اون پایین ببینم. برو اونو بشناس.